احمد رحیم احمد رحیم وابسته به بنیاد استخوان‌ها که در ناحیه بخش سال‌های زیاد است که گفته می شود بنیاد می شود اما هیچ نه که از وعده به عمل گذارند مسئولین ناحیه و ناحیه بخش یکی از ناحیه‌های هست که تاریخی خیلی هم قدیمه دارد و مکان‌های تاریخی زیاد دارد. آیا گفته می تواند که بنیاد استخوان‌ها کی در ناحیه صورت میگیرد چون 3 سال همین اخیر تا این سال 2021 سالهای رشد بهبود سیاحی و هنرهای مردمی اعلام شده بود. سوال دوم وابسته به فروخته شدن مؤسسه‌های تومکتبی یا به دیگر سمت گذراندن همین مؤسسه‌ها است که بسیار هم در ولایت نگران کننده است و در ناحیه بخش هم این عامل جای دارد و طبق پیام قبلی پیشروی ملت باید که مقامات‌های اجرایی شهر و ناحیه‌ها فراگیری مؤسسه‌های کودکان و مؤسسه‌های تومکتبی را تا 30% می‌رساندند تا جشن 30 سالگی استقلالیت و در ناحیه چقدر است همین در دایره همین که قرار حکومت جمهوری قطعی باید برگرداندن همین مؤسسه‌های تومکتبی به ذمه مقامات محلی است. آیا برای برگردانیدن همین یگان تدبیر انداشتین؟ بعد در آخر یک چیز دیگر را می‌خواستم پرسیدنی بدم. من مثلا اداره راه‌ها و اداره بهداشت زمین ناحیه قطعی اگر امکان باشد یک بار یک عکس خاطره‌ای می‌گرفتیم که متاسفانه بسیار هم تلاش کردیم که با اینا یک مواد آماده کنیم کوششمون به نتیجه برسید. مسئله استخوان‌ها را گفتید در حقیقت در ناحیه و جایی هست که او در ضرورت دارد. از او هم ضرورت دارد. من حقیقتا دستور سپارش‌های راهبر دولت سال سیاحی و هنرهای مردمی است. باز ما همه را گرفته زمینه به زمینه آهسته هم گذشته است. اجینا تپا داریم. انا باید دیگه در چند هفته آشورخانه داریم. ما معاون هفته داریم. آهسته همین وای قدم‌ها گذشته است. اینا ما کردن هستیم. جایی هست که با همه اجینا تپا را رفتن میشه آرامش سوز کنند. اول یا جای ایستگاه کنند یا جای درآمدگاه کنند. با دیگه هم می‌بینیم هستن نقشه داریم. حتما می‌بینیم. دو گفته دیگر رو هم هستم که دستور سپارش‌های راهبر دولت است. ما اینو باید اجرا کنیم تا جشن 30 سالگی. از مسئله که وضعیت جوان امروز اینا خیلی کارا و دیگه کارا شدن مشکل دیگه شد خیلی کم تمام دیگه میره اسلام میشه. دیگه مثلا من سوال فهمیدم تو مکتبی صدیکار در نظر بگیرم برگردوندن شوتای اول نه که او در وقتی من در یکین سال کاری شدگی نیست نه که من خودم دارم سوی کاران بانوفیز هستم که در آینده حتما 4-5 تا تو مکتبی در درون هر یک جماعت هر یک شهر باید کنید و چیزی خوب است. دیگه سوال ندارم خانم. اداره بهداشت زمین اداره راه‌ها انا اداره بهداشت زمین راه باز یک دقیقه اینو برادر چوش نگیرم من تیار همه رایون‌ها را قدم میزنیم برابر دیگر رایون‌ها همه چیزی که اومده است در دست همه هستن از ایش دایی گرفته چرخونده کردستیم وزیر نقلیات خطی هم راه بود اداره زمین خطی هم گرد باشد همجا ترسونو میگن هم هر روز هستن مرحمت روی کاری تشکیل که نمی‌کنیم. یک مسئله بسیار وقت من از شما حضور بسیار می‌خواستم. میگن که رئیس اومد رفت، رئیس اومد نیست، رئیس روزی نشستی مطبوع خوددار قطع شما بخوریدم. هر روز قطع هر یک رئیس بیام من بیام اون بیام ما دستگاه رو وابسته کردیم، موینای صحابی رو وابسته کردیم. هر قدمی باشه در گوشه باشه سپارش و زنگ میزنه سپارش هم می‌ترکید گازت برگزار گازت صدای مردم اونجا هم در نظارت نه که بسیار وقت شما تکلیف میگن که ما رئیس رفتن نگفتیم در تلفن دست نوشتن این واسه شما نه رئیس روزی مطبوعات اینا قبول 6 ماه یک بار میتونه بر روزای هست که چورابینی هستن که در شما هم هستیم ما هم شما رو میگیم این مسئله خفه نشه کارو بسیار نه که دستگاه ما سپارش معاونای صحابی سپارش گفتگی حتما قبول میکنن اشتراک میکنن در نشست مطبوعاتی ریاست معارف در مسئله خودکشی نابالغان اساساً خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی گفتند از هم از زیاد در ناحیه بخش است.
ягон таҳлил гузарондем барои чи аз ҳама зиёд дар ҳамин ноҳиё дар ноҳияи бахши худкушии кӯдакон аст. раис вақти диюм саволатин баъд ҷавоб диҳем. хуб масъалаи дигар имсол аз ҳисоби аз буҷети ноҳия барои таъмири роҳҳои маҳаллӣ ягон сомон ҷудо шудагӣ нест. хуб дар ин баробар дар нишастҳои пештарам ваъда кардем ки ҳамон қарзе ки 182 000 аст намедонам ҳамон ба идораи роҳи қарз кардагиам ҳамон пардохт мекунем. дар ин масъала чикор кардем? саломат бошед. дуруст аст. якон ҷо ҳисоби худкушии кӯдакон гуфтенам. бале не ханест аст баробари дигари онҳо ҳамхаи ҷоҳо маҷуда ҳастад. худои шонатият ин фалокат аст. ҳеҷ кас намедонад ки имрӯз аями 60 нафар чӣ фикр дорад. ва имрӯз ҳастанд одамое ки касалҳои ҳар чӣ қадр мешаванд сабабҳои баданнок қад мешаванд ё қадари модар як хел аст ки су характери тез дорад. хайр ёракина мо имрӯз нишаст чи маҷлиси назоратӣ доштем гуфтем ҳамаша аз ташриф гузаронем. ина дина дарак дорем надорем дар мактаби 17 бачаи синфи 10 давид дилш аз кор монд. ин якин насибу тақдира ягон муаллим ягон падар ягон раис ҷамоат шахсан ҳукумат намехоҳад ки кор шавад. ин кори дар даст парвазгор кунад. яке мешаванда ҳамхел ҳастанд одамое ки рӯҳиян яке меестад мехезад як кор мекунад. уро на худ мебини на як кас қабида метавонад на мудреса қабида метавонад. ҳаст ин чизо. мо гурӯҳи корӣ ташкил кардагим навс ҳар асноди шаҳрвандӣ занон мисол бо одамои гурӯҳи корӣ кардем ки дар байни агар ки иҷода ин шидааст ӯ шидааст як хел фаҳмондагӣ шавад ки ҳамин одаморо ба нанг овардан накор чӣ хеле ки буд хезем кор кунем меҳнат кунем ҳамин хел рихан накор ҳамин ҳисоби ҳастанд ҷоиш ки фаҳмондагӣ мекунад. таҳлил кардем тун сабаб чӣ бошад? сабаби як таҳлил кардем ё мақомотон бода гузориш нависнанд ки касали ана ин хел шидаги уш ана касали рӯҳӣ дошта ӯ касали асаб дошта дар кисош дору будааст беморхонаро рафтан диданд рафтан ҷои тобат гирифтагӣ диданд компютерни варварафа кардан бисёр чизо ҳастанд ё ҳастанд хайрам хел яке мешавад ҳеҷ кадарак намеомад ки ҳамин кор шидааст. ина имрӯз дина шидааст ҳамин кор марди таваллуди 64 дар хонаш дар ҳамун ҷо яке шаб мехезад саҳар ҳамин ҳодисаат. ин ҳодисаҳо буд ҳаста ки ягон олимо бо бисёртар таҷриб накарда наёмад мо ҳам фаҳмидем чӣ ҳаракатҳои мо аст мо мо дастурро сипориш метавонем ки бигарнан биём. масъалаи роҳ дар ҳақиқат рост мегӯем. як компания ҳаст ки дар ҳамин ҷо гуҷоида мо дар солҳои ман набуданда 2 километр ки иззатлоев рай тошробод 500 метр охина мо кардем як кас номша намегирад ҳамон кадоми кап пулямро наметарад. неки ман фаҳмидам вай на ҳукумат дастгирӣ кардааст на оварда на кадом солкор кардааст. неки ман чӣ хеле медонам солкор маъруф аст барои 500 метр чиз нест ҳамонро як бор варақ бизанад кардан додан имрӯз маблағша аймо гирифтанд. хел медонем давра сафари корӣ буд дигар будам қараният вакан хуб боша ним километр ин амрӯзи омадаги ман молияи мо демдараҷо ҳама маҳкама ҳамин чизе кардем худмон ба мо ҳисоб кардем ҳамин шахс мо кор кардем вақти буҷет зиёд шавад буҷет зиёд шавад ҳамин ҳисоб метавонем ҳаминро дар ҳукумати вилоят ҳам танқид кардан ки чора ноҳияи вақт маблағгузорӣ накард не мо ина маблағгузорӣ накардем неки аз частни сектор чунон маблағгузориш кардем ки қариб зиёда 17 миллион вазириш ҳам ёрдамаш кардагӣ нест неки гапа таҳлил намекунанд мераванд уҷа дигар мегӯянд ки бояд ҳам маблағи бунче ай вазоратиш ҳам бисёр ёрдамаш кардагӣ накарда бошем мумкин 17 миллион ҳамира тоқат кардагӣ истгоҳ чароғакунӣ асфалткунӣ ҳамин идораро кардагем барои раис черезами идора мегзамонад куҷо дорам 10 миллиони чита дорам 10,000 сомони мегзамонад қарори ҳукумат иҷро шудагӣ нест. ана дуюмдараҷаҳо маҳкам будан мо имрӯз пурра ахборот хатӣ дода метавонем ки ира дода неки мешид ҳамун имконатш мешид ҳамун иҷо мешид медоди ҳамон нашид ҳамин ина рӯзи моҳи март як сол мешавад то имрӯз ҳақиқатан як 6 моҳ чанд қа пеш вохӯрдадем мо 6 моҳ ана ҳамин ҷоиси бо якбораши дар базур ҳам муоша додем неки ҳамин идораи роҳа шахсан проблемо дар дигар шаҳр ноё буд раис неки 5000 10000 во яхелиш чени мо асфалт кардагӣ нестанд минат не имрӯза неки идораи ҳамёра шахсан 15 миллион ҳамин мактуб метем ҷавоб ки ман ёрдам кардагӣ шахсан худам неки
همون آدم هست یا گفتگو داشتیم حقیقتا کردگی چیه در جای همین را دیدن در کوکی روش افته حل کردن. خب تشکر میکنم. این نوعی بار در مثلا بیماری سیر در آن نوعی استیپازی را همون بیماری‌های سیر که در همون جامعه دولت تاجیک‌آباد چرا توی تعمیر ندیس و وفادار کم تعمیر میکنم گرفتاران بیماری در همون تبابت میکنه توی این رو کار نشده است و بعدا همون بسیار خوب که روح تو همون بسیاری بوده و همون انگولگاه بگه تو هم طرف کم در روش انا میکنن میشود دستور سپورشو گفتگم روی جهتی مسئله کسلی که پروتوزوز سیاسی ترکستان میگه چرا ترکستان بوده میگن ما همین سحر همین گفتگی واره هم خودت واره میدونیم همین سحر ما سپورش دادیم که پیش ایمار سابق رئیسو با قرار رئیس نویا بکور شده ولنگور اولین صدمه بوده است لیکن اومدگی ما یک چند بار تاکید کردیم اونا هستن ولی میبینیم ما بالسای مرکزی را تعمیری خارجی خاطی 9 میلیون یورو قطعی تعمیر کرده است. بعضی تجربه رو دادیم. حاضر ما یا بازیگر با ورق میزنیم گفتیم گپورا. بعضی چیزا تعمیر کردیم. و قرار قطعی من کرده گشته است. لیکن بسیار جای نقض است. با خاطری که در بالاتر ما ایوسن رای اینا ما در نظر داریم باید بسازیم. و چیز بسیار لازمی است. بیا شما اساس دارید راست میگید. ما اینا چند بار تاکید کردیم. لیکن اینا محمد علی زاده همینجا است. انا قربان فهمی جای شربت فهم کورسی ما دادیم. همون تجربه‌ای که هست بالای 40-50 کات بسیار جای خوب است. همون هم نکنیم نرم با اگه می‌بینید نیست بعد گمشید برام. همین را بینید. سراغ شبنم ایوار خدمت وایبار بهت از میار زیادتر خاموش کرده میشه در یا سببش در چی است؟ بعد با کارخانه‌هایی که در همین ناحیه فعالیت میکنن آیا توقف نمی‌یابند از اینجا؟ یعنی که روز گرم است، هوا گرم است، باید برق هم باید روشن داده شود به مردم. بهانه میگفتن که آب کم است، این خیلی است، او خیلی است. حاضر آب هم بخشیم زیادتر شده است. این لیمی در 11 تا 6 ساعته. یک سوال. همه من به غرض این وظیفه‌ام شورای ناظران روغون بودم. شورای ناظران این ولایت خاتون 7 سال نماینده‌اش من بودم. همین طرفی چند اهالی باشه برای که سهم بسیار گذاشته. دو روغون دیگه بسازیم. همین مردم ما باشه، همین رستخور باشه. این نمیرسه. اینا ما پرگتا میکنیم. نه که باز یگان مشکلی نیست. کارخانه تشکیلات‌های نوعی ما پرگتا است. انا روزای بود که 3 ماه برق نمیگرفتیم. ایشان گذشت. اینا حاضر قریب 18 ساعت میزگره. ایشان میزگره. همه کار باشد، همه سیاست باشد، 1 سال نیم سال 4 سال بعد ایشان بند میگیرن. هستن مشکلاتی که در بین خنکی بسیار شد. حقیقتا به همون نورک میزگره. شما دیدین آب پس شد. قوای برق اینا پیشگاه علاوه ما همون داشتیم. یا با طور کش میگرد. یک خانه را نگاه که یک خانه دود نمیکنه. این برق توقع به ها نمیرسه. همین یک خیلیش به درجه به انصافه که همون چیزی عیدش بیا و پیلتوی میزنه و پیلتوی چینی از زواد کار میکنه. بعد نمیرسه. یا همین صبح اگر بلند آشونه باشه حتما انا ما خیلی کردیم. در همین ستاد نظارتی ما همه جایی که ضرورت بود خانه‌ای که آشونش بلنده او در جای علاوه نیست، جای پیشکن نیست. یکم درجه همه را دستگیری کرده. درست است. که او بالا و پایان ازم آورده نمیتونه. گفتیم همه را برق بتین. این برق همیشه است. من همیشه سپورش دادم. جایی شد که خواهیم 1 ساعت دیر برق میشه. مردم همینجا در میان میقپن درومان تیار نمیدونه که 2 بار 3 بار. این مشکلات ها بود. بود حل کرد. حل میشه با عین حل میشه. تشکر رئیس رحمان علی از اومدن شما به نوعی بخش یگان احتیاجمند وارد قطعه زمین شد یا نه؟ بعداً سوال دیگر تو امروز در نوعی بخش چقدر کشتی کارتوشکا گذرانده شده است؟ طبق اموری که ما دست داریم باید 350 گیکتار کشت شود. تو یکم ینور همگی 38 گیکتار.
Pasta خیلی بعد سپارش رئیس ولایت هم آخران روز در کش در قدر راست میگم امروز وجود دارد من با تکرار میکنم در 2010 قرار چی حکومت جمهوری ترکستان رقمش نمیدونم 529 413 گکتار زمینی نزد حویگی اجازه دادن خیلی امور را دادن امروز مشکلات عرضه شهروندان برای زمین مهاجران مهنتی ما دا وارد میشه ما در اساسات قانونی عمل کننده دیده برای بعد قانون در حکومت جمهوری ارزها را حسابی کرده پیشنهاد میکنیم که وضعیت نوعی وقت امروز ای مسئله زمین 10,000 15,000 25,000 عرضه زمین است میتونیم به قرار حکومت رئیس نوعی وقت یا کدام رئیسی باشد این زمین دادن با طرز دیگر گذاشتن شخصا من شما نایستادین از یک پلوس که یگانه رئیسی که در یک سال یگان فعالیت کاری زمین نداده من زمین دادن نیستم زمینم حقوقی دادنم ندارم باشدم دیگرانش هم باشه قانون بیان کنی باشه از پیشترک هستن ما همیارم پیشروی گروه کاری کار کرده نیست وقتی قرار بررسی شود رئیس نوعی اجرا نکنه در وقت رئیس نوعی گناهکار میشه حاضر قرار نیست من همون گفتم ما در اساس قانون عمل کننده دیده میشه با قید گرفتن بعد قرار حکومت برآمدن عرضه شهروندان قانع میکنیم خانه چی میشه کدام دهخون خانه رو میبینیم در جای ضرورت دارم میبینیم انا اون خانه به خانه ورق میزنیم کدام جامعه خیسته اومد کجا رفته اومده است که به خانه امروز همش کور شوه بود شوه دنیا همه تیلو میشه لیکن هستن یک جانب جو خیلی مشکلات در نوعی وقت نیست همه خانه داره در داره زمین داره کار داره مهنت میکنن هیچ نشید که بالا میریم خیلی که بحث این زمین همه جدا است این زمین همه با کجا آورده شخصا من اومدن رفتن من فکرش کردگیم من زمین قد سر کار نمیگیرم این سوال تمام تاش کنم مسئله کارتوشکا انا امروز همه سالایی که بود من اونقدر تحلیل داشته باشم چیزی خدمت میکنم ای سالای پیش 3-4 برابر زیاد شدگیم این چیز حقیقتا مردم درد کرده است اقاطی پهریزی است دویم نان حساب میکردیم در وقت دیم جهان امروز ادامه دارد آخران روز مهلت امروز است امروز اینا ما با شما میگم 84% را تشکیل میتواند باوری داریم که در پیش سرتای خانه از جماعت هستن همین روز دیگر حسابات میتونن یگان چیز باید اضافه نویسی نباشد درست باشد برای یگانه نوعی است که اضافه نویسی نباید شما کم دادگین که زمین زیاد نشان دادگی شما 350 گکتار علاقه شما نیست 50 گکتار 294 اینا که 84 فوش دست ما این سهر مجلس داشتیم دستور شام مثلا روز عین شنوندن است یک روز دو روز کدام علمای برآورده است تحلیل 10 روز 15 روز ولایت قطعی برای دهخانی 10 روز 20 روز قفای جگر نیست من خودم دهخانم شما بچه‌های دهخانی این گپ کجا در برام است 10 20 روز نه مهلت است قرار سپارش ولایت است لیکن برای دهخانی 5 روز 10 روز یگان رول بازی نمی‌کنه خیلی که شما رو بخزن شما میدونید روزی خوب میدونم روز پخته دای اون خدای داد میدونه خیر میدونم که 10 روز 20 روز برای کارتوش که اون گام نیست ما اینا باید اجرا کنیم زیادی هم باید نمیشه سلام مجله صفا محترم رئیس در دوره استراتژی چهارم حکومت جمهوری ترکستان صنعت کنونی با صورت کشور خب چقدر یا کدام کارخانه‌های صنعتی بنیاد شدن و در این اساس چقدر جایهای کاری فراهم آورده شد ما قد کردیم گذاشتیم تو جشن 30 سالگی بازی تو حاضر 8 عدد جای کاری از راهبر زویدش میتونتش بالیسش دکتر دیگه اومدگی هست با در نظر داریم بعد از فرض محترم رئیس ولایت حکیم زاده قربان سفری کاری دارد و یک قطار کارخانه تشکیلاتی که جشن 30 سالگی را میسپاریم دو مکتب در ترکستان یک تکستیلی از خارجی وارد میشود در تلنسکی جماعت 20 سالگی با یک دو سویکل دیگر قطعی یک جای این چیز نسکی با یک چیزو قطعی هستن شروع تقییداتون جمعه نمیشن نقشه هست
بعد در پیام حکومت دولت در جنبه 30 ساله ما سپارش گرفتیم که کارخانه‌های صنعت کنونی بسیار شده پختر آینده دیگه چی کرده نمیشه باید در همه درون همینجا استثمار خیلی که از سویکورو واسطگی داری همینجا باید میگیم 100 سوم زیادی نمیشه بودجت یک کارخانه که ما جا جاریم سویکورو نه آدمای درونده که دیگه چی بکنن کردیت بگیرن جای کاری کنن شود این بودجت ما آسان میشه همون نقشه‌ای که در پیش ما ایستادن همش اجرا میشن ولایت هم میتونن دیگه گفتن میتونن این قربان تلویزیون سینما رئیس همه مؤسسه‌های فرهنگی در جماعت‌های دهات جماعت‌های شهرک و دهات در کدام وضع قرار دارن چقدر که دورهای پیش کلوب میگفتن کلوب‌های کلخوز فرهنگی و مؤسسه‌های فرهنگی در کدام همین جماعت‌ها فعالیت میکنند توی که ساکنای همون جماعت‌های دهات او مثال در یک فصلی مثال سرمایه در باران و برف از اونجا استفاده کنند نگاه چهاربینی‌های فرهنگی شود که در همون استفاده کنند بعد هم خیلی در خارجی جماعت دهاتی تاجیک‌آباد سرخوز ترکمنستان فکر در نزد همون جماعت بود یک کلوب فعالیت میکرد حاضر نیست همون کجا در داخلش مثال همه کتابخانه و دیگر چیو فعالیت میکردن انا حاضر نیست کدام جماعت ها در مؤسسه فرهنگی فعالیت در حقیقت امروز انا ما در هستی صبحتو روزگار جماعت بود است قریب چند هست؟ یک 7 جماعت هستند یا همش بودن در همین جنگ‌های بی‌معنی بی‌طرفی همه یکیشو جای شتاب کردن یکیشو آواز زدن بودن یکی هستن بسیارش سونوش گذشتگی تعمیر طلب حقیقتاً در سوی شوروی در هر یک участка ولی جماعت نه هر یک کلخوز نه هر یک участка یک کلوب بود شخصا ما فیلم رفتیم پنجم یکم دیم خیلی هم بنفشه گرفتن سوی کورو خطی روز کل کردیم خیلی رو خطش شماره شدیم رئیس اگمانتاش ولی مورد استفاده قرار گرفتگی نیسته؟ یک بو شماره تیرسو این زمان در جماعت 20 سالگی دیگه پیشقدم تعمیر کلوب رفتی صورت و در جماعت مشعل участка سینمازا کلوب کتابخانه برقرار شده ما کوشش میکنیم که تو در استفاده در سوی جشنی داخل کرده در این جماعت ها فعالیت میکنند در دیگر جماعت ها خطر هستند همین طلب بعضی هاش سالوی 93 94 هم موجود قریب است اما بسیار شد بعد خوجگی و تجدید شده خوجگی دهخانی که اون که سویمون گرفتگی خیلی بگرش کش کرده یعنی که جایی در که هستن کم درست شدگی استودگی این خوجگی کلوب هستن کلوب در 4-5 کلوب کل هم هستن تعمیر طلب رئیس محترم دبیر شریف روزنامه بهار یجان بعد از تعیین شدن شما باعث رئیس نویا احساس می شود که در درآمدگاه نویا امروز پیشروی هست وقت چراغانی نمی شود که همین اونا کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت هم برآمده شود بعضی جماعت ورد میشن مانند با جماعت هم نیست دیگه بینوی جماعت در اونجا رئیس جماعت می نشینه کاتب جماعت می نشینه یک چند جماعت در نویا است که هم تعمیر طلبان هم خوب میشه که میخوام که شما شخصا گرفته در نویا در جماعت هم اداره یش سالگی کار برآمده میشه بازم کار میشه وقت دارم چیزی 30 سالگی تو میاد ما امروز هر روز یک 72 جماعت اونجا نوبت خطی جماعت رو دعوت کردیم همین کلخوز سالخوز هم بودن راهو رو ساز میکردن انا بعد پای چراغانی بیرون هم میدادن ایستگاه هم ساز میکردن همه چیزا تکنیکاشون میرسید همین هدف ما جمع کردن همو است که امروز جشن 30 سالگیه خیلی جماعتی 20 سالگی کرد مایل کرد بود دیگه طرف کیرف است عجینه تپه است خیلی خوجگی دهخانی برای خوجگی کردن استفاده بودن یک اصلا نان دادن نلاگ مزد مهنت اداره آب معاش دادن کویده آوردن خیلی کمتر سواد در کاره همون رو جمع کردن که شما هم در جهتون هیچ آبادی کنید همون گهتر زمین جدا که همه در جوش خیلی ممکن 30% خانه شده است یا همون کارخانه دیگر همه رو شما کار کنید که مردم ها نگاه کنید آباد کنید با قشلاقاتون رو ساز کنید این همه گفته شما باری جان داره یک تاش نیم تاش میکنه یک تا دیگرش نیست بازی ما مجلس کردیم با در
برگزیدن نماینده حکومت جمهوری وزیر مدافع شهری میرزا خطی نماینده ولایت ما همین مردم از جمع کردیم که یک چیز بسازن حتما هست نقشه لیکن روز هم نکنیم کشانی ها پگه نمیجه کنیم مردم اینجا خیز مجبوره که یک چی کنن هم خیلی است؟ حتما نیست سرمان نظری از اپریز رئیس من بس بودم همین لیسه کسبی تکنیکی دوره در این مرکزی نویا امروز خب بوی اون شهر نفروی گرفتگی هن که اومن با یکم روبیتان پتوش هسته دارد؟ 29 اویله در آموزه زندگی میکنن در یک شرایطی بسیار وزنی نیست برای چون در اینو یکان چرا اندشتن میشه و این من یک چی رئیس ما با نزدیکی مسئله کمپیونی برنامه کمپیونی برنامه کمپیونی را در درون شهر نویای منطقه فروغونتیکای ولایت تحلیل کردن برآمدیم متاسفانه نویای شما همه نویای قطع‌ترین بود در 3 سال اخیر عموما یگان تیم چطور شدگی نیست برای خریداری کمپیوتر خریدی بتونم خریداری هم شدگی نیست کمپیوتر قطعا معارف همجا هست ولی چند فویز رو تشکیل میده؟ غذور 116 تا ضربی قصیفی چند باید کمپیوتر روز کنم؟ من همون رو دمی تقسیم که باش قطعی برو حقیقتا هم جای درست کنم و 35 چیل خواننده در نویه شما یک کمپیوتر روز میاره ما ایراد تحلیل کردیم معلوماتی که چند دادگی هم این سوال یکم باشید این هست درست است همین خوجگی دهخونی خیلی رئیسای جماعت میگیم همون کمودی رو میگیم کمودی رو حض میگیم نقشه خیلی داده و وابسته کنم نکن حالی موزی کرسی ما هم پرابلم های این جور پینانیش 3-4 هزار هست کمودی هم خیلی اشتباه میکنه 3 ماه دفعه دیگر بیم تو چند تا جمع میکنه بازی هستن کم هم این مسئله کسبی پیتوش هست در نظر دارید؟ اینجا در یک چیز است که خیلی تومورا زمین همین بعضی همون مردم ها بودگی هم این مردم مختش دیگه زمین میگوی همینجا هم گواه میان شهرک میدونن هم باشه خونه نزدی حالیگی دادگی هم با منزل استخابتی تامین شدگی هم باید که رفته در 3 جماعت تقسیم شده جماعت دیوی اوقازر مشعل الان با مبلغ بیا که ما را خونه کنیم ما صحبت کرده نداره میگن زمین بسیارش میگن زمین داشت برای شرایط چون بده بعد شرایط بده همون هستن اون رو پیش یک چند سال پیش زمین دادگی نه در 2010 برای همین هستن موس رو برایشون بسیار باید سلامت باشین من سوال داشتم سلیمان سعید دودن محترم رئیس تو جای ما اطلاع گرفتیم از فعالیت کاری شما تا با امروز یگان قطعه زمین مثلا برای ساکنان برای نیازمندان داده یا فروخته نشده است. یک پیشنهادی دوستانه داریم که اما نزد اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه با یک قطعه راه با پرتابگاه موقتی یا از جانب خود ساکنان تا جای ما اطلاع گرفتیم تشکیل شده است. اگر این پیشنهاد است این فکری اگر اونجا را با یگان صاحبکار خوبترش بفروشه اگر پرتابگاه فلاکی کنه شاید مردم از پرتافتن همون پرتاب و سگ‌های دایدویی که مثلا در اون کوچه پرتافته میشود دست بکشند. برای ما با اداره کمونالی صحبت کردیم گفت که ما 10 بار مراجعت کردیم مثلا کسی گپی ما رو گوش نمیکنند یگان اعلان هم اونجا زدگی نیست. چی میشد که حداقل نظارت همون پرتابگاه که در قد راه است میان کوچه است اداره بهداشت یا نظارت برد یا یگان کسی یگان اخرا نبیاریم در اونجا مانند که چه پرتاب میپرتند کسی نمیگیرد. و یگانه ناحیه‌ای که 3 جماعت از زنها رو آوری میکنند. یگان پیشروی در فعالیت همین 3 جماعتی که زن آوری میکنند دیده میشود. خیاس با مردها. خیلی پرتابگاه را سوابق بسیار از اون میگیم چی دستان که ما جای هم اساسی که رای تشابهات در نظر داریم. نه رئیس پیش همون اداره بهداشت زمین از شما رای اساسی
جماعت هم یک کسان در اونجا برگو مجلسو بودن در این پروتکل ها کردن که در تجربه دیگر در وقت در وقت شب همه مردم بگونا که کل پرداخت روز رو سرکش میدن همون میرن در اونجا میپردازن این اصلا مسئول برطرف نمی‌کنه ё ҷарима кунем ӯ мобайни қишлоқ кӯдако бозӣ мекунанд ё милиса рамонем ягон назорат Saga paradaga da onja pasagia. Do donaciona rasposh telefonada. O sagoro ne yapalım. Dais var rasposh me bare ya firma dore buja mobil bekliyor mera saga parada kim ne? Darboray cemato سه جماعت شما را یکی زنان رو باره میکنن انا در حقیقت این زنان همجا هستن بعضی اشتراک دارن انا سه جماعت نه دو جماعت سرمشا نامونی به سوال که انا فعالم در حقیقت پیشروی ها هستن شما عیماد خوبتر میدونید چه روز میدونید خب با چند همه رو زیاد میکنید سلامت باشه سلطانов از газети صدای مردم خوب است که در ناحیه با دستگیری یک لایحه آلمان بیمارخانه از ناسودی شده است اما جای ما اطلاع یافتیم 100 نفر کارمند همین بیمارخانه از وظیفه صبورجو شدند. آیا این حقیقت دارد و تقدیر منبرده همین 100 نفر چی بشود؟ آیا کار تعریف بشود یا نه؟ اول شکر میگم که لایحه آلمانا 9 میلیون یورو این 9 میلیون یورو برای مردم بخش این خدمت‌های دیگر آدم‌ها هستند و خیلی معنی دولتی ما هستند انا اومده امروز تعمیر کرده استن یگان دکتر متخصص امروز به جای کار نمونده است امروز متخصصا شمارن میرن کشتانیان میرن وقتا کار نمونستن همه وراج دیپلم داشته باشه در کار میگیرن باز این بود بالیسایی که نو کرده دکتر در کار است اینا شینو 10 بونه برایشون راش تراب میگن مشاوی برای اونجا میبره بعضیش در پالیکلینیک کردیم خیلی کمتر فراش کمتر آدم‌ها میمونن این هیچ همه موقعیت سال میزگره جای کار میآورد و دکتر به زندگی کار میشه نه که خوبیش این است که 9 میلیون تعمیر کپیتالی میزگرونن در تماما بالای زمانهایی میشه این کار خوب است اینا با قربان فهمون سوال باشه تبقی سوال مرحبا طبق دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان باید برای آبادانی گشتن شهر و ناحیه انشاءات‌های گوناگون یعنی که خود بزرگ ساخته شود اما دیگر ناحیه‌ها را که ما مشاهده میکنیم برای پیدا کردن صاحبکار با دیگر جاها مراجعت میکنن که یعنی که ما زمین میدهیم و بگذار انشاءات جشنی بسازد یعنی که نه تنها جشنی می‌ذار انشاءات خود بزرگ بسازد در جستجو اما در ناحیه شما شاید که تا آمدن شما را بودین در جماعت دهات کیفیه چسکای بطراباد شخص چندی مرتبه مراجعت کرد منگیبای بختیار که شخص که در همون چسکای بطراباد دورین ساتی تمامی حجت‌هاش رو کرد از ارخیتکتورا آمده است نقطه گذاشته است مدت چند ماه است که در همین کمیته زمین روبای کمیته زمین جو باشد اگر امضا نمیگذارد که یعنی که تا منازل شما را رود که همین در همون دونیم ساطق زمین انشاءات‌های گوناگون ساخته و استفاده داشته شود عاملش در چی باشد من نمیدونم زیر راه موجود است پروکراتور ناحیه تجسس باید دیده کرده همون میگیرگوی فاکتور مثلا هست مثلا ما یک بازیگر با گروه کار میکنیم بازی با بزرگ قبول هم یک کس اومد که همو عرفی رفتن ما هم رمون میسنیم چی گپای در جایش هستن خیلی رفتن شخصا اون گفته میبینیم نشید متخصص قبیلیم یا قطعیم برم میبینیم به سنجیم کشتا باشد با ماه جشن فلانی رحمت میبینیم
چیزی هست که من نام خیلی آمده